سلام، با اخبار امروز پنجشنبه 18 می من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی چند خبر و گزارش. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی وکیلان را تنقید کرد که در اجرای قانون تنظیم برای مردم نمونه نشدند. جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله به تلویزیون شهر جلال آباد افغانستان را بر دوش گرفتند. متاسفانه ما 6 کس را از دست دادیم که 2 نفر افراد ملکی، 2 نفر خادم تلویزیون و 2 نفر دیگر افسران پلیس بودند. در تاجیکستان صدها کودک به بیماری سرخکان گرفتار شدند. طبیبان برای پیشگیری از پهن شدن بیماری به واکسن زنی کودکان شروع کردند. تفصیل خبرها. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی وکیلان پارلمان را تنقید کرده است که در رعایت قانون تنظیم به گفته او نمونه نشدند و معرکه و جشن‌های کم خرج برگزار نکردند تا مردم عبرت بگیرد. محمد سعید عبیدالله روز 18 می در جلسه پارلمان اجرای قانون تنظیم را سست نامیده است که بر اساس این قانون برگزار کردن جشن و مراسم‌های پرخرج و باشکوه در تاجیکستان ممنوع است. در این جلسه طرح اصلاح شده قانون درباره تنظیم عنعنه و عرف و عادت‌ها را تصویب کردند. مقصد از وارد نمودن تغییرات به قانون عمل کننده این تکمیل قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، مطابق گردانی قانون ذکر گردیده به طلبات دیگر قانون‌های جمهوری تاجیکستان، اینچنین استفاده اصطلاح یکخیله حقوقی در آن استفاده شونده میباشد. قانون تنظیم رسم آیین در تاجیکستان را 10 سال پیش قبول کردند و بر اساس این سند مثلا جشن عروسی یک نفر نباید بیشتر از 3 ساعت ادامه کند و با حضور نه بیشتر از 150 نفر صورت بگیرد. بسیاری از مراسم‌های دیگری سنتی نیز باید با خرجی کمتر و در حلقه خانواده برگزار شوند. منتقدان گفتند که این قانون خلاف آزادی‌های بنیادی مردم است. وزارت عدلیه امریکا رابرت میولر مدیر سابق FBI و یا خدمات فدرالی تفتیشات امریکا را رهبری گروه تعیین کرده است که ارتباط احتمالی میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و روسیه را تحقیق میکند. اقدام مذکور را هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه استقبال کردند. این ادعا وجود دارد که گویا روسیه با دخالت به انتخابات ماه نوامبر سال گذشته در امریکا خواسته است که انتخابات به نفع دونالد ترامپ انجام یابد. رئیس جمهوری امریکا این ادعاها را رد کرده و روز پیشتر گفت که به او تهمت میزنند. کیو مرسیتا گزارش میدهد. ببینید مناسبت با من وقتای آخر چگونه بود، بخصوص مناسبت مطبوعات. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا که گویا خواسته است FBI و یا خدمات فدرالی تحقیقات تفتیش قضیه ارتباطش با روسیه را بس کند، مطبوعات را گناهکار ماجراها در کاخ سفید نامید. در تاریخ با هیچ سیاستمدار چنین مناسبت ناعادلانه و بد نشده است. دونالد ترامپ در این باره روز چهارشنبه در اکادمی مرزبانان بحری در کنکتیکوت شکایت کرد. اما برعکس در واشنگتن شکایت از آن زیاد می شود که گویا دونالد ترامپ از جیمز کامی مدیر سابق FBI خواسته است تفتیش ارتباط مایکل فلین مشاور سابق امنیتیش با روسیه را بس کند. این دفعه وکیلان جمهوری خواه نیز خشمگین شدند. یکی از آنها ادم کینزنجر از ایلینویز است که می خواهد دادستان ویژه ارتباط احتمالی گروه ترامپ با روسیه را تحقیق کند. سناتور از آلیاسکا لیزا مورکوفسکی هم گفت فرصت تحقیق مستقلانه رسیده است. رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان جیسون چافیتز از FBI خواسته است در مدت 1 هفته تمامی سندهای مربوط به کامی و ترامپ را به آنها بدهد. وکیل کنگره از میچیگان جاستین امش حتی گفته است اگر ترامپ به تحقیق کامی مخالفت کرده باشد باید به او رأی عدم اعتماد بدهند. هر قدر مبارزه شما درست باشد همان قدر مخالفت می‌بینید. با وجود تلاش دونالد ترامپ برای آرام کردن اوضاع، ظاهراً ماجراها در کاخ سفید به این زودی‌ها خاتمه نمی‌یابند.
و دیگر اینکه دونالد ترامپ یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار را امضا کرد که بر اساس آن تحریمات بر ضد ایران همچنان به اعتبار میمانند. قرار مذکور بخشی از سازش بین المللی است که قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا با ایران سال 2015 امضا کردند. بر اساس این سند ایران در عوض برداشتن تحریمات اقتصادی فعالیت‌های اتمیش را محدود می‌کند. ایران روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری دارد که در آن 4 نفر برای کرسی پرزیدنت مبارزه می‌برند. همکارم خیرمان بخوزاده در این باره با فرنوش امیرشاهی خبرنگار رادیوی فردا صحبت کرد. تشکر که برای این صحبت راضی شدید خانم فرنوش. حال و هوای انتخابات چطور است؟ درسته، جمعه روزی هستش که انتخابات ریاست جمهوری 12مین دورش برگزار میشه. در حال حاضر اتفاقی که افتاده اینه که کاملا فضای انتخابات دو قطبی شده. یعنی اینکه در یک سر اون آقای حسن روحانی قرار داره که رئیس جمهور فعلی هستش، در سر دیگر آقای ابراهیم رئیسی که او تولیت آستان قدس رضوی از اماکن مذهبی ایران رو به عهده داره. البته آقای میرسلیم کاندیدای حزب مؤتلفه هم هست که او البته رأی چندانی نداره. همینطور آقای هاشمی تبا هم کاندیدای مستقل انتخاباته که عملاً اعلام کرده که از آقای روحانی حمایت میکنه ولی که کنارگیری نمیکنه. در پشت سر آقای روحانی جمعی از اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و افرادی که به هر حال تحول خواه هستن قرار گرفتن. اما در پشت آقای رئیسی نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای نظامی، امنیتی و به ویژه قوه قضاییه قرار گرفتن با توجه به سابقه قضایی که آقای رئیسی دارن. خب ما راجع به مثلا فضای سیاسی گفتیم، اما خواست مردم ایران چی است از انتخابات و از آینده کشور؟ خب الان یکی از مطالبه های اصلی مردم مطالبات اقتصادی هستش. به هر حال آقای روحانی خیلی در حوزه برجام، مذاکرات هسته‌ای در واقع فعالیت کرد و همه بخش عمده از انرژیش رو روی اون گذاشت برای اینکه رفع تحریم ها صورت بگیره. رشد اقتصادی ایران نسبت به سالهای گذشته صعودی بوده، اما در کنارش مسئله اشتغال، بیکاری هنوز مسئله جدی هست که باقی مونده و اینها مسائلی هستش که به هر حال بخشی از مردم اون رو به عنوان مطالبهشون خواستارش هم پیگیری میکنن و در این انتخابات خیلی بیشتر از انتخابات سال 92 4 سال پیش در تمام همایش هایی که برگزار شد صدای درخواست رفع حصر و همینطور رفع محدودیت هایی که برای آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران وجود داشته شنیده شد. خیلی بیشتر از دوره های قبل بود که نشون میده این کماکان به عنوان یکی از مطالبه های اصلی مردم، یعنی تقاضای آزادی های بیشتر، برطرف شدن فضای امنیتی و در واقع برابری های بیشتر بین زنان و مردان، اینها مسائلی هستش که هنوز بین یک قشر عمده از مردم ایران وجود داره، به ویژه در بین جوانترها و کسانی که تحصیل کرده تر هستن و اونها بیشتر دارن این مطالبه رو میگن و نشون میده که این موضوعی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی ناچاره که اون رو به نوعی باهاش کنار بیاد، حل بکنه. بله. تشکر به شما. همراه با شما نتیجه های انتخابات و جریان رای گیری را روز جمعه 19 می مشاهده خواهیم کرد. همصحبت ما فرنوش امیرشاهی. ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید. خوشحال شدم. گروه تندروی به نام دولت اسلامی گفت حمله خونین به تلویزیون در شرق افغانستان کاری دسته جنگجویان همین سازمان بوده است. حمله روز 17 می صورت گرفت و چند نفر کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله مرگ طلبانه به قرارگاه تلویزیون دولتی افغانستان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار را بر دوش گرفت. روز چهارشنبه بر اثر حمله افراد مسلح 6 نفر کشته و کمش 24 تن دیگر مجروح شد. سالهای اخیر روزنامه‌نگاران افغان بارها هدف حمله جنگجویان قرار گرفتند. من چند لحظه پیش از حمله سپارش گرفته از قرارگاه بیرون شدم. تمام همکارانم در بینا بودند. حالا زنگ میزنم و جواب نیست. تلفن‌هایشان خاموش شد.
چند روز پیش هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده رهبری گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان را از بین برد. این گروه تروریستی که در افغانستان با نام داعش شناخته می شود در ولایت ننگرهار استحکام گرفته است و بر ضد نیروهای حکومت افغانستان قیام کرده است. متاسفانه ما 6 کس را از دست دادیم که 2 نفر افراد ملکی، 2 نفر خادم تلویزیون و 2 نفر دیگر افسران پلیس بودند. والی ننگرهار همچنین علاوه کرد که در این عملیات 17 شخص ملکی و 7 افسر امنیتی جراحت برداشتند. برمیگردیم به تاجیکستان. بیماری سرخکان که در مدت کوتاه در بین صدها نفر کودک در تاجیکستان پهن شد، مقامات را مجبور کرد معرکه علاوگی واکسین زنی به ضد این بیماری سیریتی را شروع کنند. تا کنون یگان نفر از این بیماری خوشبختانه در تاجیکستان هلاک نشده است و طبیبان هم توصیه می‌دهند در صورت گرفتاری کودک و یا فردی کلانسال تمام فرمانده‌های طبیبان را اجرا کنند. فرزان محمدی با جریان واکسین زنی در شهر دوشنبه آشنا شد. بنابر خروجی بیماری سرخکان در تاجیکستان معرکه علاوگی امگذرانی شروع شد. این بیماری سیریاتی که به قول متخصصان ماه اپریل امسال در میان کودکان ناحیه رودکی ثبت کرده بود، حالا به دوشنبه و منطقه‌های دیگر کشور پهن شده است. با این سبب از سنه 15 تا 26 می تمام اطفال باید در این معرکه امگذرانی شوند. مرکز جمهوری ایمونوپروفیلاکتیکی تاجیکستان شماره کودکان گرفتار سرخکان را 415 نفر حساب کرده است که نصف آنها در بیمارستان طبابت می‌گیرند. سال گذشته تعداد گرفتاران این مریضی همگی 52 نفر را تشکیل داده است. وقتی که زنی حامله‌دار اگر اگر با بیماری سرخ شود یا اینکه با بیماری گلافشان گرفتار شود، کودکی که در بطن زنی حامله‌دار میباشد او یا اینکه با نقصان‌های مادرزادی تولد شدنش ممکن است. سرخکان بیماری شدید سیریاتی است که به واسطه هوا و لعاب دهان از یک شخص به شخص دیگر می‌گذرد و سبب حرارت بلند و داغ‌های سرخ در بدن می‌شود. آرزه‌های آن خطرزا بوده حتی می‌تواند باعث فوت بیمار شود. طبق تقویم بر ضد بیماری سرخکان در تاجیکستان کودکان حتما در 1 و 6 سالگی ام کرده شوند. بر پایه تحلیل مرکزی ایمونوپروفیلاکتیکی کشور بیش از 90% کودکانی که امسال به این مریضی پیچیدند با سبب‌های مختلف ام تقویمی را نگرفتند. ولی شکرانه سلام و همراه 2 طفلش باری هم از این معرکه کنار نمانده است و همیشه در اولین روزهای آن کودکانش را برای امکنی می‌آورد. بهتر میشد که فرزنده سر وقت ام گذارونیم. معنی ام گذارونی چی؟ همون نمودی همون میکروب می ویروس می همون ارگانیسم کودکو با وای میکن وارد میکنن با واسطه همون واکسینه ها بعدی وارد کردن همون میکروب یا ویروس وای میشد. اگر که کمی کودک‌ها کسل شوند و همین بیماری سبکتر اثر میگذارونند. برای من کوشش میکنم که هر دوشا سر وقت بیارم و ام گذارونم. مسئولان مرکزی جمهوری ایمونوپروفیلاکتیکی تاجیکستان میگویند معرکه امگذرانی حدود 2 میلیون اطفال از 1 تا 9 ساله را در سراسر کشور فرا خواهد گرفت. این نوع ویروس در روسیه و بلاروس، چین و مغولستان و کره در گردش بوده است. تا کنون حالت فوت بیماران از این مریضی ثبت نشده است، ولی در حالت سری وقت واکسن نگرفتن آن میتواند عارضه داشته باشد. بیماری سرخکان از لحاظ سیریاتی پس از زکام در جای دوم میایستد. حتی افراد بزرگسال که در خورده ام گرفتند با گذشت بیش از 10 سال مسئولیتشان ضعیف میشد و احتمال گرفتار شویشان به این بیماری زیاد است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند برای ام کردن کودکان بیش از 2 میلیون وایه یا امپوله واکسینه ضد بیماری‌های سرخکان و گلافشان وارد کرده شده است. بار آخر در تاجیکستان سال 2009 معرکه امگذرانی سرتاسری بر ضد بیماری سرخکان صورت گرفته بود. به حساب عمومی از این امگذرانی تنها 3% کودکان از جمله مهاجران، لولی‌ها و آنهایی که شهروندی ندارند کنار ماندند.
و اگر میخواهید معلومات بیشتر اطلاعی بیشتر راجع به این بیماری بگیرید پس سر بزنید به وبسایت azadi.org. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم این ویدیو را داریم و هم در زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه. تشکر که امروز نیز با ما بودید و روزی خوش داشته باشید.